خدا و عرض سلام خدمت دوستان گرامی. من مهندس علی قربانی هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، تنور زندگیتون گرم باشه. همونطور که میدونید ما یک آموزش رو آماده کردیم در زمینه نقشه‌خوانی و نکات اجرایی ساز بتونی که خوشبختانه مورد استقبال دوستان عزیز قرار گرفت و ما ایمیل های زیادی رو هم داشتیم که دوستان خواسته بودن یک آموزش مشابه در زمینه ساز فلزی هم داشته باشیم که حتما ما در برنامه‌مون هست این کار رو انجام بدیم و این فیلمی هم که داره آماده میشه در راستای همین هستش که من یک نقشه ساز فلزی رو انتخاب کردم که شیت های نقشه رو بیان با هم دیگه بررسی کنیم و یک مقایسه رو انجام بدیم با آنچه در آموزش نکات اجرایی ساز بتونی گفته شد. یه بخش‌های از ساز بتونی و ساز فلزی با همدیگه مشترک هستش و به خاطر همین این توضیحاتی که در ابتدای نقشه وجود داره یه سری مواردش طبعا مشترک هست. مثلا شماره 1 تا 4 اومده میلگرد مصرفی و بتونی که استفاده میشه در سازه رو گفته که مشخصاتش به چه صورت باشه، یا شماره 5 در مورد تیغه ها مسائلی که استفاده میشه گفته که وزن واحد طولش چقدر باشه، و شماره 6 در مورد وظایف پیمانکار اومده نکاتی رو مطرح کرده که این موارد رو ما در ساز بتونی هم میتونیم داشته باشیم، اما شماره 7 به بعد دیگه مختص سازه فلزی هستش. صفحه دوم مربوط به فونداسیون هست که گفتم فونداسیون هم مشابه همون ساز بتونی هست، با این تفاوت که در ساز بتونی ما میایم ریشه گذاری انجام میدیم در فونداسیون برای اجرای ستون‌های بتونی، اما در ساز فلزی میایم از صف ستون یا بیس پلیت استفاده میکنیم که اینجا اومده صف ستون‌ها رو در 3 تیپ طراحی کرده برای این سازه. صفحه بعد مربوط به برش ستون‌ها هست و مقاطع ستون‌ها که اومده ستون‌ها رو در 4 تیپ تعریف کرده، مقاطع ستون‌ها رو اومده در 3 تیپ تعریف کرده که مقاطع ستون‌ها رو اومده با استفاده از پروفیل‌های استاندارد طراحی کرده. دوبل آی پی 20 که توی سکشن 1 و سکشن 2 اومده با ورق‌هایی تقویت کرده اینها رو، اما در سکشن 3 دیگه نیازی به تقویت هم نبوده. دوبل آی پی 20 به تنهایی پاسخگو بوده با توجه به اینکه طبقات بالایی بوده. خیلی تنوع وجود داره در طراحی مقاطع ستون‌ها در ساز فلزی. میتونه از مقاطع باکس استفاده کنه، میتونه از مقاطع آی شکل بال پهنی استفاده کنه که با ورق ساخته میشه، میتونه از مقاطع صلیبی استفاده کنه که اونا معمولا در سازه های بزرگتر بکار. صفحه بعدی پلان تیرریزی طبقات هست و مقاطع تیرها که اینجا نمایش داده شده. یه تفاوت عمده وجود داره بین ساز بتونی و سازه فلزی در اتصالات. در ساز بتونی تمام اتصالات به صورت اتصالات گیردار هستش و قاب‌ها به صورت خمشی هست، اما در ساز فلزی این تنوع وجود داره که ما هم میتونیم از اتصالات گیردار استفاده کنیم هم از اتصالات مفصلی و از همین پلان هم میشه تشخیص داد. اون تیرهایی که دو انتهاشون رو با علامت مثلث نمایش داده، مثلث توپر، تیرهایی هست که اتصالشون به ستون به صورت گیردار هست و اون تیرهایی که دو انتهاشون علامت دایره هست اتصالشون به صورت مفصلی هستش. صفحه بعد مربوط به بادبندها هست که بادبندها رو به صورت ضربدری تعریف کرده با این دیتایل ها و شکل ایزومتری هم اینجا نمایش داده از مقطع بازوهای بادبند که به صورت دوبل یو ام پی هست. ما چرا از بادبند استفاده میکنیم در سازه فلزی؟ ببینید اتصالاتی که به صورت مفصلی هستن اونها میتونن بار ثقلی یعنی بار مرده و زنده ساختمان رو منتقل کنن به ستونها، اما بار جانبی رو نمیتونن منتقل کنن. بار جانبی مثل بار زلزله. به خاطر همین توی اون جهتی که اتصالات مفصلی هست، قاب مفصلی داریم، باید از یک سیستم باربر جانبی استفاده کنیم که معمولا در سازهای فلزی از بادبند به عنوان سیستم باربر جانبی استفاده میشه
که موقعیت این بادبند رو هم میتونیم از پلان آکس ستون‌ها ببینیم که کجا هست. ببینید توی این دهانه و این دهانه اومده از بادبند استفاده کرده و با بریس هم بریس 1 نمایش داده که معمولا بادبندها رو هم به صورت متقارن در نظر میگیرن در سازه به خاطر اینکه پیچش ایجاد نشه. و صفحه بعدی مربوط به اتصالات گیردار هست. در مبحث دهم یه سری اتصالات رو معرفی کرده به عنوان اتصالات از پیش تایید شده که مورد تایید مبحث دهم هست. یکی از متداول‌ترین اون اتصالات استفاده از 2 تا ورق هست، یکی در زیر تیر قرار میگیره و یکی بالای تیر قرار میگیره. یعنی که بالا قرار میگیره به خاطر شکل خاصی که داره اصطلاحاً بهش کله‌گاوی هم گفته میشه. این ابتداش پهن‌تر هست، در ادامه میاد باریکتر میشه. ولی ورقی که این زیر قرار میگیره بهش میگن ورق زیرسری، کاملا به صورت مستطیلی هست. اتصال این ورق‌ها به ستون به صورت جوش نفوذی هست و اتصالاتشون به تیر به صورت جوش گوشه هستش که این پایین هم زیر این ورق زیرسری میاد یه سری ورق‌های قرار میگیره به شکل مثلث یا زوزنقه که اصطلاحاً بهش لچکی گفته میشه. برای سخت‌تر کردن این اتصال استفاده میشه. نکات خیلی زیادی رو داره که بهش خواهیم پرداخت. صفحه بعدی مربوط به دیتال‌های اجرایی ساختمان هست که تقریبا مشابه ساز بتونی هست، یه سری تفاوت‌هایی داره. مثلا اینجا برای راه پله اومده از دیتایل فلزی استفاده کرده که هم برای شمشیری هم برای پاگردها از IP 16 استفاده کرده با این اتصالات. و صفحه انتهایی هم مربوط به ساز نگهبان هست که از بخش مهم این نقشه هست که در مرحله گودبرداری ما با ساز نگهبان سر و کار داریم. یک طراحی مجزا داره، مجزا از سازه ساختمان هست و همونطور که گفتم از بخش حساس است. معمولا ممکنه خیلی‌ها با اصول اجرایی ساز نگهبان آشنا باشن، اما در پروسه اجرایی که وارد میشن یه شرایط پیش بینی نشده‌ای به وجود میاد که اونجا دیگه نمیدونن چه اقدامی باید انجام بدن، یا مثلا یه سری کارها باید از قبل انجام میشده، پیش بینی میشده، اونا انجام نشده، بعد که وارد کار میشن همونا باعث میشه مشکل به وجود بیاد، شرایط بحرانی ایجاد بشه. اونجا دیگه کاری هم نمیشه کرد به جز اینکه طرف بره مسجد بشینه و دعا کنه، توسل کنه که انشالله حادثه اتفاق نیفته. به خاطر همین ما اومدیم یک آموزش جامعی رو در زمینه کدبرداری و اجرای ساز نگهبان آماده کردیم و تمام موارد رو به صورت پایه‌ای بهش پرداختیم و رفتیم جلو مو به مو. قدم هایی که باید برداشته بشه، اقداماتی که باید انجام بشه رو اومدیم گفتیم، از تجربیاتمون گفتیم، مشکلاتی که در پروژه خودمون باش مواجه شدیم و چه اقداماتی انجام دادیم اونا رو توضیح دادیم. و من ندیدم آموزشی در زمینه کدبرداری که اینقدر کامل پرداخته باشه و امیدوارم که دوستان اگر فکر میکنن که نیاز دارن حتما این آموزش رو تهیه کنن و استفاده کنن. و در زمینه ساز فلزی هم حتما ما آموزش جامع نقشه‌خوانی و نکات اجرایی ساز فلزی رو آماده خواهیم کرد و در سایت قرار خواهیم داد تا دوستان بتونن استفاده کنن. تا فایل بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.